بهترین سبت موسیقی استودیوی فری بایس بدیل ای історія ذکری الله بخشیده می شود با مطربا دوشنبه پروداکشن. شبها من بدارم او را من انتظارم زیبا است این یارم من او را دوست می دارم مرا عاشق کرده است عشقی او در دلم جست مطربا ذکری الله چقدر جفتی زیباست حیاتی مادی به در روز درس و دانشگاه یه روز دیدم بختره که را در درنی خوابگاه خطیشان صحبت چیدم بختری خوش معامله با صحبت های شیرینش نفهمیدم بوده دیلم چنقای او دور مشیدم اما قدیل تنگ مشیدم دلم آرام نمیگیریف روز او را نمیدیدم در فهمیدم دیل دادم باید دوست داشتم نبودم بدانه عاشق شیدم دیل براش بزن نگم گفتمش راضی نشید دست نکشیدم ما عشقش یک ماه دایم انتظارش بدم میرفتم مای پشتش نشید من نامراش گرفتم مای دگونش دوبای کارم میکرد براش ای عاشقی دیوانش یک روز گفت ذکری الله یه بار زنگ بزه کم ده اگر راضی شون مالی روزیم گفت تک بخنده ما کش ده زنگ زدم میگه فاتیه شیدگی الکته گفتی که دروغه ای گپورا بفتگی بعدش بقصدی کرد راضی شیدی گپ زنید الک نمیدانم چی میشه آینده توی کنید ساعت 12 شب ترده تکی باران دست با دست بدیم بری همار دو آرام گفتی تره دوست میدارم مقتی تخش بختم یکم بار گفتی گپتای بارم نکرختم شدی را فراموشید چقدر غم داشتم نکه در دوام نکرد بعدش باری غم برداشتم زیر بودن خونگیاشان او را ایمه دور کردن نخواستن یک جا باشم حیاتی ما را شور کردن دارو خورده جانی ما باری سری ما کردن عده زنگ زدک ما رفتم او را باری ما کردن چشم پوشیدم با همش غم پسی در کردم سر کردم حیاتی نو و زندگی من نو کردم خاطره هایی که داشتم میآید پیش نظرم خاطری آرزوهام غریبی سفر کردم چشمام میشم و غریبم چمون زنگ زدم ما کشتم بگیره چار نمیکنه چی بگم آخی جشتم بری عشقی مرام رفته دیگه یادم نمیکنه قسماش که جاشیده غمش آزادم نمیکنه مگه گپی خونگیم چیز خواهن نرازیم دلم امورا میخواهد چی کنم ادبازیم ما یک هده دیگه نفهمیدم فاتیه شیده ذکری الله در غریبی غم دوباره شیده دنیای به وفا او را گرفت از من خزان شد آرزوها او رفت از نظرم زیاد شد از غمها من مست و بمورم ولی چرا من او را دوست میدارم دوام داره حیاتم که تمام نشده دیرم که توش دمم بگو چقدر کشیدم